سلام دوستان، من امروز و شمایان درباره اقلیم سیاره زمین چند سخن خواهم گفت. خب خیلی که ساده در رسم سیاره زمین تصویر یافته است. خطی که از موبایل گذشته است، خط اکواتور نام دارد. درازیش 40,000 کیلومتر می باشد. خط اکواتور زمین را به دو قسم، نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی تقسیم می کند. خب در سیاره ما 7 منطقه اقلیم موجود است. منطقه اقلیم آرکتیکی، سوب آرکتیکی، معتدل، سوب تروپیکی، تروپیکی، سوب استوایی و باز در جنوب همین خیل اقلیم ها پای در هم میواز می شوند. استوایی، سوب استوایی، تروپیکی، سوب تروپیکی، معتدل، سوب آرکتیکی و آرکتیکی. انا نمیخیر دوستان، این بود یک چند معلومات درباره اقلیم. با همین تمام دوستان، کسانی که میخوان از فن گئوگرافی معلومات بیشتر بگیرن یا کورسی آموزشی بخوانند، مرحمت به تلفن های 00 933 0094 زنگ زنید. ما انتظاریم. خیر.